قانون‌های خداوند. بعد از آفت جانگیری فرزندان مصریان، پادشاه به اولاد ابراهیم اجازت از مصر رفتن را داد. هنگامی به سرزمین وعده شده رفتن، اولاد ابراهیم سالهای زیاد سرسان و سرگردان بود. اما خدا عهد خود را که با ابراهیم بسته بود هیچگاه فراموش نکرد، چون که خدا اولاد ابراهیم را خلق مخصوص یعنی خلق خود حساب می کرد و در راه به طرف زمین وعده شده آنها نابود نشدند، زیرا خدا با معجزه هایش دائما آنها را برکت می داد. بعد از 3 ماه خدا آنها را به کوه سینا آورد. آنها در آنجا جای گرفتند تا خدا را عبادت کنند. روز خدا موسی را جیغ زد. وی به موسی گفت که قانونهای خود را به اولاد ابراهیم خواهد داد. موسی گفته های خدا را به آنها رساند. خلق خداوند یک جایه گفت ما هر چی را که خدا گفته است اجرا خواهیم کرد. بعد موسی به پیش خداوند برگشت. خدا چنین قانونها را به خلق خود داد. 1. غیر از خدای یگانه به دیگر خداها سجده مکن، چون که خدا یکتا است و او آفرنده همه چیز می باشد. 2. برای خود یگان خیل بت و صورت نساز و به این چیزها سجده و عبادت نکن. 3. نام خداوند را بیهوده به زبان نگیر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را بیهوده به زبان میگیرد بی جزا نخواهد گذاشت. 4. 6 روز کار کرده در روز 7 آرام گیر. این روز را با پاکی یاد کن، چون که خدا نیز عالم را در بین 6 روز آفریده است و روز 7 را برکت داده آرام گرفت. 5. پدر و مادر خود را حرمت کن. 6. آدم کشی نکن. 7. زنا نکن. 8. دزدی نکن. 9. در حق دیگران دروغ نگوی. 10. به دیگران رشک نکن. به عائله و مال و ملک دیگران حسد مبر. غیر از این 10 قانون خدا به آدمان باز دیگر قانون و قاعده ها را فرموده است. اما برای آدم که از تولدش گناه را میراث میگیرد اجرای همه این قانون ها امکان ندارد. برای همین آدمان تا امروز قانون و شریعت را ویران کرده گناه میکنند. لیکن شریعت و قانون آدمی ذات را از گناههایشان نجات دادن نمیتواند. قانون تنها برای چی بودن گناه را نشان دادن داده شده است. پس چی باید کرد تا از گناههایمان خلاص شویم؟ آیا راه خلاصی از گناه وجود دارد یا نه؟ البته وجود دارد، زیرا خدا نمی خواهد که ما نابود شویم. او به ما نیز راه مخصوص نجات را تیار کرده است.